الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفاتهای منافقان را بیان خواهیم کرد. چهارمین صفتی که خداوند در قرآن ذکر کرده است این ریا است. ریا این بدترین و کلانترین علامتی است که در منافقها پیدا می شود. الله سبحانه و تعالی می گوید و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. در این آیت سه علامت منافق را بیان کردگی است. ما امروز یراءون الناس خواهیم گرفت. در درسی گذشته یکی از صفات‌هایی که در این آیه ذکر کرده است گفته گذشته بودیم که تنبلی در نماز بود و امروز صفت منافق‌ها این ریا است. الله میگوید یراءون الناس. بدون شک منافقان ریاکار هستند و در پیش مردم خودنمایی میکنند. برادران و خواهران، این از این آیتی که الله به ما خبر داده است. آنها منافقان نمازشان را به خاطر مردم و برای خودنمایی میخوانند، نه به خاطر الله. ریا کردن به این معناست که انسان خودش را در پیش مردم خدا ترس و پرهیزگار نشان میدهد تا مورد احترام و قبول مردم قرار گیرد و به نظرش به چشم مردم خوب نماید. حتی نمازهای انفرادی را نیز با طور میخواند که گویا که او متدین است. و اینچنین منافق ریاکار در جماعتها در مسجدها نیز با آداب رفتار و کردار میکند، اما وقتی به خلوت تنها می رود برعکس این کار میکند. برعکس آنچه که نشان میدهد عمل میکند و هیچ ترسی از خداوند ندارد و اصلا خدا را نمیشناسد. منافق تمام سخنان و کارهایش برای جلب توجه مردم است و خودش هم به این دروغگوییش باور دارد. ریا از گناهی کبیره بوده به شرک نزدیک میکند. برادران، از این خاطر ما ریاکار نباشیم، هم در نماز، هم در صدقه کردن، هم به معامله کردن به مردم، هم در روزه گرفتن، در حج کردن باید دور باشیم از ریا که خدا به ما بیان کرده است که علامت منافق ریاکار است. سبحان الله. از الله سبحانه و تعالی میپرسم که ما را از ریا کردن دور گرداند و دائم با اخلاص عبادت کردن به هر یک ما را نصیب گرداند. صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.